اخباری آزادی است با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به بخش مستقیم برنامه. امروز 20 می این موضوع را مطرح خواهیم کرد. او را قصاب تهران مینامیدند که بعداً رئیس جمهوری ایران شد. کارشناسان میگویند مرگ نابهنگام ابراهیم رئیسی تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد. اکنون در برابر پدر و مادر، مکتب و جامعه نیز در تربیت نسل نورس مسئول خواهند بود. در تاجیکستان قانون مسئولیت والدین را تغییر دادند. و ساکنان یک دهه دوردست در ولایت سوخت برای حل کردن مشکلات بی‌آبی خودشان دست به کار شدند. انشاءالله اینا بود کنیم صبح 100% مردم دیها آب کتی تامین میشه. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در گذشته ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. او روز 20 می در یک نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران و محمد مخبر معاون پرزیدنت گفته است که در این لحظه های غم انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم. ابراهیم رئیسی روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. انا لله و انا الیه راجعون. پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراضهای ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده اصرار می‌ورزید که گردهمایی‌ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبر برنامه ایرانی مرکز بین المللی پژوهش بحران‌ها میگوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف‌های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند. همه رو متأثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه. رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والامقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دسته‌جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبر روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه‌های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رأی‌ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبر حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار 10 نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر 3 شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی عائله‌دار بود و 2 دختر داشت.
رو می‌ریم به موضوع دیگر. در تاجیکستان جزا را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت کودکان سخت‌تر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان باور دارند که تغییرات در قانون به تعلیم و تربیت نابالغان مساعدت خواهد کرد، ولی بعضی کارشناسان چیزی دیگر میگویند. تفصیلات در گزارشی همکارانم علیشیر ظریفی و برات یوسفی. کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نو است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست. هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظرداشت وضع سیاسی، با نظرداشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عامل‌های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آواره‌گردی و مانند اینها میباشد. تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقشی مکتب و جامعه جای نداشت و هم واژه فرزند سن و سال را معین نمیکرد. یکی از وکیلان پارلمان میگوید اکنون نه تنها جریمه والدان برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سامانی بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است. کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی یا تربیوی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زوراوری، اینچنین نظارت نکردن کودک جریمه‌ای پیشنهاد کرده شده. حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و اضافه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند. کوشش تأسیس دادن باز کدام کمیسی‌ها یا مسئولیت‌های اضافی را به ذمه دیگر نهادها دادن، این برای باعثی با وجود آمدن مناسبت‌های کورپسیونی و دیگر پدیده‌های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیت را خلل‌دار نیز خواهد کرد. با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله‌ها ادامه دارد. طرح زمانی بقا می‌یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تاکنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث‌های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی‌ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده می‌گفتند. از چنین راه‌های مأموری نمی‌توان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد. جولیان اسانژ بنیادگذار ویکیلیکس امروز بالاخره آگاه شد که نبرد دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به آمریکا به نفع او حل گردید. اسانژ را که اسرار زیادی آمریکا را فاش کرده است به چند جنایت از جمله رخنه شبکه‌های کامپیوتری حکومتی متهم می‌کنند. جولیان اسانژ کیست و چرا آمریکا می‌خواهد او را در دادگاه محاکمه کند؟ همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. جولیان اسانژ ماه یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نورسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنه‌گری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکیلیکس را تأسیس داد. وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می آورد و نشر می کرد. ویکیلیکس سال 2010 بعد نشر یک ویدیوی مخفی سری زبانها شد که نشان می‌دهد در حمله چرخبال سربازان آمریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می‌شوند. بعدا 90,000 سند مخفی ارتش آمریکا از جنگ افغانستان و 400,000 سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران آمریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250,000 اسناد مکالمه‌های دیپلماتی سفارت‌های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات‌های آمریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکردهای او را تلاش برای آزادی بیان می‌دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه‌های حکومت آگاه باشد. نوامبر سال 2010 دادگاه شویتس امر داد تا جولیان اسانژ را بازداشت کنند، زیرا 2 کارمند اختیاری ویکیلیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانژ این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به آمریکا است تا برای نشر سندها در ویکیلیکس جزا بگیرد.
دکبر سال 2010 پلیس بریتانیا اسنج را با درخواست شویتزر دستگیر و بعداً رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسنج را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن، او 50 هفته را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات آمریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسنج را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم‌های کامپیوتری حکومت آمریکا به جوابگری جنایی بکشند. با سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسنج ادا شد، ولی او منتظر بررسی پروندهش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسنج را نباید به آمریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخر همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسنج را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه بریتانیا با نظرداشت ضمانت‌هایی که آمریکا داده است تصمیم نهایی‌اش را درباره سرنوشت اسنج اعلان می‌کند و گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چرایش را می‌خواهند در صورت استرداد به آمریکا ممکن است جولیان اسنج را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستان‌های آمریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود. ساکنان یک دهه دوردست شمال تاجیکستان بعد چند سال کم‌آبی برای آوردن آب آشامیدنی از کمر کوهی مد بستند. باشندگان دهه در خانه نوحه دیوشتیچ به طریق حشر این کار انجام می‌دهند. نه سال‌های گذشته و نه حال اداره آب منطقه به این تشبس همراه نشده است. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر. با کم شدن باران، کار حشرچیان دهه در خانه نوحه دیوشتیچ برای کشیدن لوله آب آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشری دست جمعانه برآیند. دهه آنها سالهاست این مشکل را دارد. 7 سال 8 سال به سال تنقصی آب شد. تمام مردم دهه درخان کردید اینا سر کردیم خدا تا باید 6 کیلومتر خدا ان شاء الله اینا بود کنیم صبح 100% مردم دهه آب کتی تامین میشه. این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبس میکنند. سال 2007 نیز به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه، ساکنان از کم‌آبی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده شان را میکنند و به جایش قبور حجماً کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید. از دهه تا سرچشمه 9 کیلومتر 400 متر. ما حاضر قریب 6 کیلومترشه ایواز کرده ناو کرده تربوی شنونده اومدیم اما برآورده وای میکنم بود تو ویا دیگه برده میرسونه خدا اگر خواهد. برای این آبیاری مهاجران و سهامداران خواجگی‌های دهقانی 250,000 سامانی مبلغ گذاری کردند و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع‌آوری شدن کار به آخر میرسد. و گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمترسانی همراه نیستند. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تأمین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است، ولی منتقدان میگویند مقامات باید به مشکل تأمین آب در داخل کشور توجه کنند. 3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند. بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را شما از آن چون همیشه میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. این چنین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یک شما باشید.